مقامات ناحیه یاوان در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند که روز 11 می در کالج طبی این ناحیه ابله و یا سرباز شکاری ختم کنندگان جای داشت. دانش آموزان میگویند آنها را برای سپردن امتحان ختم به کالج دعوت کردند و از آنجا میخواستند به واسطه اتوبوس راست به کمیسریات حربی برند. در نوارهایی که کاربران به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که دانشجویان در صنفخانه ها محکم کرده شدند و چند نفر آنها خود را از تریزه به پایین انداخته فرار نمودند. همچنین مشاهده می شود که چطور ده ها دانشجو دختر در صحن کالج مانع حرکت اتوبوس می گردند که برای بردن جوان پسران به کمیسریات حربی آمده بود. مقامات این حادثه را یک نافهمی نامیده همزمان افزودند که یگان کاری غیر قانونی نکردند. تا این دم دانشجویان چند دانشگاه دیگر نیز گفتند مقامات زیر فشار از آنها عریضه و امضا می‌گیرند که امتحان‌های ختم را پیش از مهلت سپرده به ارتش روند. نمایندگان وزارت معارف شکایت‌ها را رد کرده اقدام را اختیاری می‌نامند. تنها در ولایت ختلان دانشگاه‌ها وظیفه‌دار شدند که بیش از 900 سرباز بدهند. در تاجیکستان هر بهار و تیر ماه جوانان از 18 ساله تا 27 ساله را به ارتش می‌برند. ساکنان میگویند که به سبب وضع بد و ضربالت در قسم‌های نظامی از فرستادن فرزندان خود به ارتش خودداری میکنند. مقامات میگویند برعکس وضع بهتر شده صفی داوطلبان خدمت افزوده است. تا آخر موسم بهاری دعوت امساله به ارتش بیشتر از 2 هفته دیگر مانده است. وزارت دفاع تاجیکستان اعلان کرد که تا 1 می در سراسر جمهوری نقشه دعوت حدودی 70% اجرا گردیده است، ولی نگفته است که چقدر آنها مجبوری بودند و چقدر دیگر اختیاری.